هسته او کابلا برقه تایر موتر او به خیریه اینا هیزومای چوکی ها موتر هیزوما که به درد من نمیخوره دیگه هیزوما نمیخوره آن اینایه این تایرای 10 تا چند تا تایره؟ 10 تا خب دیگه چیه؟ این تمام کله بوجیانه آنه اینا لینه؟ اینا کابل برقه لینه اونجا هم هسته؟ آنه بچه همه ایسن کافت تو بخیری هم هسته؟ بخیری هر چی که منجگاه تو ای هم هسته اینا هم هسته لینا تیما هم هسته آرمه سکنی همین کابلا برق هم هست تیما هم هسته یعنی چوب هم هسته خب چوب ما همین جوی زمان نم همین چوب ما خب آنی آوان هم هست خب اینا رو چند میدی؟ همینا همه رفیق دیق نمیشی نه دیق نمیشون نه گفتی بگی که دیق نشون دیگه سبکو آنه سبکو ما تو عرض مقبول نشون بدم خود رو کیف کنی اینا آمال میتون برغانیه که برغان افغانستان بسته میخونه لینا خوبی هم نیه اینا به درد شما هم نمیخوره نه به درد ما نمیخوره اینا خلیفه میگفتم ارباب ما گفتم دوست بشید آنه او این هم میبرم این هم همه می چکی هفته نیم ساعت نه نمون به چندی می؟ اینا رو به 3 ساعت نه دیگه خود ارزونه ایله ارزونه نه ارزون نیه دیگه چی ارزونه؟ ما با دمغال مرغایون بیا اینجا بچه خلیفه منم بچه بادار اکتام اینا که اینا نفتیشه به خودی من چیکار میکنی گیلا؟ اینا پیار تو گفتم برو بخوا آتاشخال چیزی در سرسارا چردیبر میبینی بیر فشد نمکی نون خشکی من اینا خودم گپ زده که بیا نمکی بخورم اینا رو هم خودم گپ زده من بخورم با چند نمی؟ بو گفتم به 3 ساعت اوه گیلا بیا با سلک رو که گم کرده دل جگر و خول کله و خراب چه اینا میفروشی تو اول سر کلک که ما متعلق پرسی بگم خب پیار تو گفته گیلو گفتم گفته برو و آتاش خلا داخل باغچه جمع کو به خود خوب بفروشد آتاش خلا رو اینا آتاش خال نیه به نظر که اینا آتاش خال همه اینا هم وسایل و کاره چی به کاره؟ خب پیار تو گفتم آتاش خلا کجای پس آتاش خال همینا بابا تو نمیفهمی و چند ماهی ما چه خاله نفرشه گیلک پیار و خدا کله و خراب میزنه شما اینا که اینا وسیله و کار داریم اینا با کار میشه به چند میلالا؟ باشو کاکا چک کنم کاکا به 500 ماهی جین 500 ماما کاکا ما معامله کردیم بگی لالا بارکو بگی برو با 5 تا سدیه دیگه با 500 ما برو دستخوشی نداره با صدا نکنی دیگه نه برو دستخوشی نداره صحیحه باشه من خوشحال میبرم باز چرخی بگیریم اینا با فرقون اینا جا نمیشه مگر به چرخ ببرم خب تا گری خوب بگذارده از این اینا چرخ نمیآیه میبرم اون دم سرا با گری به چرخ میندازیم اینا گری جان گری من بار داره اینا خیلی به گری جا نمیشه خب با هر کار میکنی بکن بیا ببرم با 500 دیگه با بالاتر نری کاملا رم ببرم چی داره؟ این چی لالا بخیری دیگه لکن لالا اینا بله نه گاب زدم خودی مرتکه لالا نه خودی کی گاب زدی؟ نمی آدم کلونه خودی گاب زدم من کلک تو آدم کلونی داری؟ آدم کلونه تو چی رقم آدم بگذار که یادم بخواه اگه سوالی میبید من با 500 برو بخواه میکنی سر خود خب میبینی دل ریشی که تام بیشتر ریشیش میکنی یا خیلی؟ ماما سعی کنی شما برگه ماما سعی کنیم اصلا بیارده داخل دیگه برات اصلا تو اگه به همسر سمی که داخل اینا بیگه تا ازری داده مالی پول شماره کرده دادو یا تاشخالا رو عمل بابر بفرد کردن شما بریم برار من اشتباه کرد برار من چی خبر داره برار من دل تو مف خورده مف بخورده خبر بده کجا اینا میه پیش نکشه همسایه بعد آخه همسایه سرتون همسایه بخور آخ تو خبر داری که سلک بیسات رو بسته کردم ببردم آخه پیش تو اینا رو وردیش یه میفروشی آخه اینا تاشخاله گناه من کنیه برار شما گفتم برار من اشتباه کرد برار من چی خبر داره کجا میه کجا نمیره برو سایل من چیزو ورد بیارم برو برو بیارم برو لالا برو نمیفروشیم اینا برو اصلا بخوره برو دیگه ساکو کن نکوی تا کارو تا بکی بریم تو بگو آخ تا بکی بگو بلکه یک دست شما با بازار کوچه میکنن لقمه نونیم آخه
آنه اینو الان بخور. برو در باغچه به من تو مرتکب نبتی نکن. تو اینجا چه کار میکنی ها؟ بابا که برای برو تو چه کار میکنی اینجا؟ برای برو تو اینجا برو. برو در باغچه به من که نمکی چشمی جوار نداره بده. تو هر کس که تیر شو از اون رو بیا اینا میفرشون تو در باغچه رو میکنی. هزار چیز دیگه اینجا پرسه واقعه. اون مرغا زد بیروشه. جواب بیبی چی میدی آخه؟ مامان خوب مستی کنه. برو آرمه. نه اینا آتش بود خونه است کشیدم. برار شما گفتن گیلک ما گفتم او. گفتک برو کاکا ما گفتم اینا با کار نی آتش خلا تباخچه بفروشون گفتم ما برو به یک نمکی چیزی و دار بده بفروشک برات کار کن. حالا بیا اومدم بچی برادرزاده شما میگم ما چی مینا آقا ما میگن این کابل برق و ما چی می چیه اینا ما چون تایرا موتور اینا سیمو برقه. آخه همه با کار دیگه تا با کی به تو بگم من که دیونه کردی تو برو زنگ دیگه میکوش منار میکوشای بود کوشا فامر بفروختی دیگه چی مونده اینا مونده اینا رو بگو یک کار کن منو بگو برو دیگه تو کار دل فروختن داری نمیفروشیدم برو دیگه نمیفروشم بابا بریم شما که از این سرا نی آخه نباشم آخه سرپرست شما که هست آخه کلونه که ببین سرا مردارم آخه نشد اومده هستی برو دیگه آج تا بیرو کدام رو میره حل رو همین دختره خواهر نوزاد دار کرده بودم سلک پول بیا آوردم از اون خونه گم شده مزدور مرم بسته کردم تا دم مرگ بیچاره رو بزدم کی؟ همین چند روز پیش چند روز پیش قربان شما این سه حال آورو فرار میده خدا عقلم نکشید همون شو همون ساعت همون دقیقه میمونده برم اون بگفتم دقیقا ما کار بکنیم خب بس یک از ناس شاکی چیزی نداره میگه کسی رم ندیدم بیامدم بچون یکی بوده دو نفر بوده مر بزدم پشتور میگه به دورم پیش دادم مر بسته کردم همون سادگار؟ همون سادگار بیچاره خیلی هم بزدم شما همین راپور همون روز برم اومه دادیم حداقل ما میتونستیم یک کاری بکنیم خب به کوچه خونه شما دوربین چیزی نیه شونده باشه دوربین چیه؟ همین دوربینه آدم خونه خودشون هم طریق کوچه بسته چک میشه مثل لامپی بری آدم کوچه ها خودم متوجه نشدیم بعد در خونه خود میتونم دوربینه کامره فهمیدیم هر کس که ترافیک کنم به کوچه رفت آمده بشه اونا میبینم به داخل دیگیش خیالم همسایه ما داره خب شما یک لطفی بکنیم اگه داره شما بریم همونجا یک چک بکنیم باز اگه گپا گفتید ما به خدمت شما یعنی خیلی بینیم من همیشه به جستجویی هستم خیلی بینیم خدا شما رو خیلی بده بکشته یعنی من میرم آنها من برم جزم دکان برم الهی شب سحر گرده به زودی گل از چه بدر گرده به زودی آی تمام گلکا پجمورده گرده الله گل من تازه تر گرده به زودی جان محبوبی که هرچی میگویم غم کم نمیشه دل پر غم ما بی غم نمیشه آی دوا از ملک این دوستان بیاریم به زخم دل ما ملهم نمیشه جان محبوبه کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان ما به دست کم گرفته چرا نمازیشون شده به شهر هیرات لب بام هم ریارم غم گرفته خدا لب
لب بام یارم غم گرفته چرا خدا چری تو شد هرا جان هرا چری تو شد هرا جان هرا جان هرا جان ما چون چری چوب شده چه گوشم میسکن همی تخلوت شده باغچه میتر و سر و کوبام کفترا کم میشه خدا نما ببینم منا رای خم میشه ایلا کوچه وقتی یک بیایی بیا بابا چه بینه سر کنم یه نکو بابا راست بودم میگم وقتی دگه بیا این چی بیا بشین اینجوری خوب گوشا خوبا کنی نکو تو چی خوبه کج بشی راست کن خویتا نکو خب خود شما میگین این کج مسئله که میگم کج بشی راست بگو یعنی دروغ نگی به من شما نمیگی کج بشی راست بگو نه خوی مسئله مسئله رو کی نبا خوب گوشا خوبا کسا میشی خب با زمانی بیامدم به زبون خوش هستم بپرسم چند نفر بود آمد تو رو زد و کی؟ آخه پولار کی آمد بردیلا آها خب پولار که بگفتم دیگه صبح هم بگفتم دیروز هم بگفتم اون روز هم بگفتم دو تا مرتکه کا بودم نمیفهمم اگر یک مرتکه کی بود نمیفهمم مشوم دیگه دو تا بودم یا یکی بودم نمیفهمم من بسته کردم ترو اینا رختا اینا نوشونی چیزی نداری از اونا به من بدی تاروکی همینایی که تو رو بسته کردم کی من بسته کرد؟ آها اونایی که دوزی کردن تروینا نشونی چیه مثلا؟ ایشته چیزا بود کیا بود ریشتیش ندیش ایشته آدم پیری بود جوانی بود جوان پیر مثل کینه مثلا پیرانه مثل مبری سند یک زبالا بود یا نه هنوز سفید نشده بود ریش و سر اینای نه دیگه کار با دیگه ایتی بیدن نه چیز بیدن خب من وزیر پتور ندیدم پینه که مرتکه بسته بیدن ایتی بدیدم که دست داره پا داره مثلا کرتی به بری هسته آخی جان 10,000 ریپر مازو سلاک وردیشته بودم که برام بود دومات خو انگشتره بخورم آخه 2,90,000 ریپر پول کمیه که توی تو شوخی میگیری نه خب من بدیدم که 2,90,000 ودشتی گفته میرم انگشتری به آقا دومات بخرم نه نگاه کن بیلک جان نکن خودم کجبزی نکن اشته کجبزی من میفهمم که تو یک کاسه زیر نیم کاسه داری گردن رو ببند باشه هر روز کاسه خورم میشورم هر روز من میشورم خانم شما میگم نون که میخوری گیل کاسه خورم بشورن از اتاق خوب بیارن بزین نیم کاسه نیه کاسه نگاه کن بیلک جان من چند باره به زبان خوش میام از تو میپرسم تو ای مر با دروغ به کوچه و کوچه چخ میدی نکو این کارا خوبیت نداره تو نون و نمک خوردی به این خونه من تو مثل اولاد خوب این خونه جمع کردم نکو خودم کجبزی نکو های با پولی میدیم نگاه کن بیلک جان خوب نگاه کن دقیق نگاه کن این کوچه کجایه؟ این کوچه کجایه؟ این کوچه در سرا شما نه اون مرتقه که میای برار منه یک مرتقه که میای برار منه کی در رو میکنه؟ نه من به تا تلویزیونم گردنم بند باشه منو برفتی به سرا خودیو خودی کی؟ خودی هم برار خود خودی هم برار منه ها انار این جنسه کو آنی ایکی نه سرا بیرو میشه نگاه کو برار منه آنه